راستشو بخواید من زمان خیلی زیادی رو توی یوتیوب میگذرونم و ویدیوهای یوتیوب زیادی رو دیدم، مخصوصا خارجی. و امروز میخوام ویدیوی مورد علاقه خودم رو بین همه ویدیوهایی که دیدم براتون بگم. اکثر ویدیوهایی که ما توی یوتیوب میبینیم ویدیوهایی هستن که بهمون لذت لحظه‌ای میدن و بعد این مدت برامون جذاب نیستن. اما این وسط یه سری ویدیو هم وجود داره که خب بهشون علاقه من میشه و بیشتر ویدیوهای دیگه دوستشون خواهیم داشت. به نظر من دو حالت کلی وجود داره. یک، ویدیوهایی که تو بچگیمون میبینیم یا برامون تازگی خاصی دارن. خب تجربه کردن هر چیزی برای اولین بار یکی از لذت بخش‌ترین حساس و خب وقتی یه ویدیویی برامون تازگی داره و موضوع یا چیزایی که توی اون ویدیو هست برامون تازگی دارن، طبیعتا اون ویدیو برامون تبدیل به یه ویدیوی خیلی خاص میشه. و حالت دوم هم طبیعتا وقتی که یه ویدیو میبینیم که از کیفیت خیلی بالایی برخوردار باشه و اون ویدیوی خیلی با کیفیتی باشه. و ویدیوی مورد علاقه‌ام که بهتون گفتم یه جورایی هر دوتای این ویژگی‌ها رو داره و توی هر دوی این حالت‌ها قرار میگیره. و اون ویدیو چیزی نیست جز قسمت اول انیمیشن ورسس ماینکرافت که یک انیمیشن به شدت جذاب و خفن هست. خب حالا یه سوالی ازتون داشتم. توی این دریای بزرگ و بی‌انتهای ویدیوهای یوتیوب ویدیوی مورد علاقه شما کدومه؟ یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم.